چم دیم زن میگیرم نون میتون اگه سگ نون بتون که خونه ما توسعه پسولی میکنه چم زن دیم نون بتون خاله نون بتون علافه هیزم میکشه تو بگیره چم زن دیم که میگیرم نون میتون یک گوه بتون شیر میته این خیلی مردک چی بگیم اکو شخصا من این خیلی مردک مرد نمیشمرم ای اکا همین هنری زنی دویم گرفتن نداری بجت بشی دیگه هست مردایی که دو زن سرپرستی کنن آخی زنی دویم نشون فاحشگی کنن گردن چیکار کنن وقت زن بگا و هر و سگ برابر کنی بلکه خل و سگ از او بهتر بدانی بعد از این تو کی هستی آلیم خودت مرد محسابی مگر زنی دویم زن نیست یگان زن نمیخواه زنی دویم شوه ولی گاها مجبور میشوه در حالی که این حق زن است که اگر میخواه میتواند زنی دویم یا سیوم شوه این حق به او خدا و پیامبر داده است اما توی به غیرت یک نمود گپ زدستی که گویا یگان جنایتی بزرگ یا گناهی کبیره انجام داده باشه وای بر حالت که مخالف حکم الله گپ میزنی ای به غیرت زنی دویم گرفتن برای تو باری نامردها نیست دو زن سرپرستی کردن کاری مردان خدا است من نمیگم حتما زنی دویم بگیره یا زنها شما حتما زنی دویم شوی اگر میخواهی این حق شماست ولی اگر نمیخواهی نفرت و بدبینی تان نسبت حکم خداوند آشکار نکنه عاقبت این کار خطرناک است در ایمان و عقیده شما ضرر دارد زنی خوب ای شوهرش که اومد و شوهرش که گذشت در یگان مردی زن و یگان مردی زن شفتگی میگیرش رزق روزی زن یک من نمیخوره ای بفهم یگان کس ریسک یگان کسی دیگر خوردن نمیتونه تو همین را میفهمی ریسک دهنده الله است ای را فراموش نکن